وزارت کورای داخله خبری پایگاه خبری بامداد درباره بازداشت یک ساکن 27 ساله جماعت موچیخرف نویه نورآباد با گمان دزدی چاروای مردم را رسما تصدیق کرد. به گفته وزارت کورای داخله این نفر صبح 19 سپتامبر از زمینهای چراگاه بالای دیهه غلبه سه سر چاروای کلان یک زن 38 ساله ساکن امین جماعت را دزدیده به وی 18,000 سامانه ضرر رسانیده است. وزارت کورای داخله گفت نسبت به مرد دستگیر شده بر اساس قسم دویم ماده 244 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند و او بر اساس این بند قانون از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. منبع بامداد قبلا گفته بود که ازلشاه رحمدین سال تولدش 1993 ساکن دیهه موچیخرف با گمان دست داشتن در دزدی 27 سر چاروای کلان مردم بازداشت شده در شوبچه دره حکیمی در بازداشت قرار دارد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا در حدود ناحیه شهرستان جوان 18 ساله ساکن ناحیه مذکور کارمند نقطه شستشوی نقلیاتی با گمان غیر قانونی هی کرده بردن اتومبیل یا دیگر واسطه‌های نقلیات بدون مقصد تصرف دستگیر کرده شد. نامبرده 13 اکتبر سال 2021 از نزد نقطه شستشوی نقلیاتی شاهراه واقع در کوچه ذاکر شهر خوجند اتومبیل تمغه مرسدس بنز را که به مرد 36 ساله ساکن شهر بوستان تعلق دارد غیر قانونی ای کرده به سمت نامعلوم برده است. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد.